دوستان، به ویدیوی دوم من خوش اومدید. من ریما هستم و اومدم با معرفی انیمه توکیو ریونجرز. این انیمه که تا الان 3 فصل منتشر کرده است که فصل اول آن داره 24 قسمت و 2 فصل دیگر داره 12 قسمت هستند و فصل چهارم اون که به احتمال زیاد در اوایل سال 2024 منتشر خواهد شد که یک فصل 24 قسمتی یا 2 فصل 12 قسمتی خواهد بود. این انیمه داره یک شخصیت اصلی است که به خاطر نجات کسی که دوستش دارد به گذشته برمیگرده، سعی می‌کند آینده را تغییر دهد. این انیمه بسیار جذاب است و من او را به شما پیشنهاد می‌کنم. برای دیدن ویدیوهای انیمه جذاب‌تر و توضیحات بیشتر در مورد این انیمه، چنل رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. خداحافظ.